سلام علیکم وطنداران. دیگه امروز خواستم که براتون یک کوفته و برنج افغانی جور کنم که اینجا دیگه از اون آغاز براتون ویدیو گرفتم. از اینجا شروع میشه. دیگه همینطور میریم پشت گوشت همراه یک کدام ذره ترکاری بینا پیدا کنیم. ترکاری بینا هست خانه کدام شکل بخواهیم. دیگه اینجا از ترتو شده به طرف دکان یا سوپرمارکت که اینجا دیگه همیشه اینجا یوکی از هوا سرد ما یک جمپری کلیس یکی وقت معلوم نیست یک چی گفت از هر کس طبیعت خود میگردن. دیگه اینجا داخل میشیم داخل سوپرمارکت بریم گوشت بگیریم و اینجا ما میخواستیم گوشت گوسفند بگیریم اما گوشت گوسفند نمیخواست گوشت کوفته‌ای گرفتم. اینجا دیگه سودا اینا کار نیست چون در خونه هستن. یک چی بگیریم پیاز بگیریم پیازش خوبش است نوش پیاز. دیگه حالا بریم پایسش رو بتیم بگیریم بریم خانه که ببینیم در خانه چی گپ میشه. دیگه اینجا اسکن میکنی شما دوستا پیسه دادیم. شما فکر نکنین که ما تو بدون پیسه گرفتیم رفتیم. دیگه اینجا بریم طرف موتر. اینجا هوای یوکی است. یعنی بهترین هوایش است. ابری هفته و میشه به 20 دقیقه پس ابر پس هفته و پس باران گرم سرد. دیگه اینجا بریم خانه ببینیم که از کوفته چی جور میکنیم. از گوشت کوفته چی میایه. اینجا ما مسودایی را که گرفتیم گوشت کوفته ای را پرتیمش دیگه جورش کنیم امرای موادایش اینا که موادایی که اگر میخواستیم پرسان کنیم که چی هست چی میندازیم چی باید پرتیم که همین کوفته گوشت بیاک نتا مزه گوشت اینا را مزه گوشت نمیخوایم بوی گوشت نتا که ما شخصا بوی گوشت قدر خوش ندارم. مواداش اگر میخواستین در کامنت نوشته کنین ما براتون جواب میتونم. دیگه این مواد را میپرتیم. پیاز همراهی مکسش میکنیم خوب صحیح که مثل گوشت کوفته دیگه میده شود و همراهی اگر میخواین خوشمزه شود سیر همچنان در قرمهش پرتین و همچنان در بینش پرتین. تخم خونه تخم دیدین که تخم انداختم. تخم به خاطر از یک سخت نگاهش میکنه سخت در بین دیگ در وقت پخته شدن میده نمیشه. دیگه یوم سیر که براتون سیر گفتم من خود سیر خوش دارم. سیر زیادتر میپرتم. شما را با ما اندازه که میلتان از دوست داریم. اینجا مکس میکنیم پیاز سیره و اینجا البته موادایی که قبلا انداخته بودم اونها را در داخلش هست. تنها پیاز همراهش علاوه میکنم اینجا و بعدش مکس میکنیم خوب صحیح مکس کنیم دوستا که همه تو مزهش باز هر چقدر زیاد مکس شود زیاد تو مشت شود کت شود گفتی خودم و شما بازم تو مزهش میبراید. بعد از او حال یک ذره هم بگیرین در سایتون بزنین که نچسبه. دیگه ما اون قسمی جور میکنم. بعضی ها خرد جور میکنم بعضی ها هر قسم خوش دارن تو یک
بعضی از لول میکنن مثل توپ واره. اما اون قسمی خوش دارم، اون قسمی جور کردم دیگه. حالا گازه در میتیم دیگه میاریم و روغن هستن. روغن هم دوستار چقدر که دوست دارید برتین، اما اگر برابر باشه خوبتر است دیگه. اینجا پیاز میدشتگی نصف شده و چی انداختیم در گوشت کوفته‌ای و نصفش هم اینجا مندازیم که پیاز اگر مکس کنیم با خوب قرمش خوبش میشه. ما یک چیز چه فراموش میشد، بانجان رومی. شما اگر بانجان رومی رو پرتین، مرچ تازه هم پرتین خوبش میشه. اما چون به خاطر دوزانه بچه که کارم ننداختیم که اونام باز میخورن دیگه. اینجا یک ذره زرچوب است نه موادک شب باز پرسان کنید. اگر خواستین نمک هست مندازم، یادم رفت زرچوب است چه بگن، زرچوبه به نظر است و کمک من مرچ سیاه من داختم. و حالا میبینیم که ما قبلا هم پیاز سرخ کردم، بعد از او باز روب انداختم، روبم سرخ کردم، بعدش باز او انداختم، حالا او جوش کرد، حالا یک ذره او دگاه میپرتم، بعدش کوفته رو داخلش مندازیم به این شکل. او انداختیم و حالا کوفته رو او تون جوش باشه کوفته رو پرتین خوب است دیگه. کوفته رو یک دانه میندازیم و ما کچالو هم داشت علاوه کردم. اگر شما خاص دلتان است خوش داشتین پرتین نداشتین نه دیگه. حالی ای شد آماده، فقط سرپوش رو میبانید، سرپوش رو میبانید و میرین بجان چی؟ بجان برنج. و وقت زمان ایناشه که چند دقیقه بانیم باز اونا رو دیگه مسیج کنین یا مسیج نه کامنت کنین، در کامنت براتون جواب میدم. حالا رفتیم، البته ما او برنج قبلا جوش کرده بودم، بازش در دیگه انداختم او جوش است. حالا برنج انداختم، میبانم که برنج دم پخت میگن، نه دم پخت نه، صافی برنج صافی دیگه. نمک هم انداختم که با بی نمک نبیاید و حالا میبانیمش که برنج نرم شد. اینجا روغنک هاوش جور میکنیم او روغن خب میفهمید دیگه که بوره مندازین و بوره و روغن و آب. یک قسم بعدش از آب میپردین. ما دیگه است که برنج نرم شده بود، باز رفتم دیگه چلو صاف انداختم میشه. حالا باز در بین دیگ انداختم که بالاش او روغن پرتم و آمادهش کنم، بعد دم دادم. این قسم دوستا دیگه ببینیم که از یا چی جور میشه با آخر. و شما نوشته کنین دوستا که شما چی قسم میبینید. البته چیرش مزدار معلوم میشه نمیشه تا آخر میبینید، تا آخر چیرش میبینید دیگه. حالا دم از رو تقریبا ما 20 دقیقه 25 دقیقه ماندم و کوفته ما رو آماده شده و حالا میکشیمش در قوری دیگه. ببینیم که چی گپ میشه. خوبش آماده یک دانه پشک داریم شوخ هست که آنه زدش نفر دیگه. یا کوفتانه میبینین دوستا کوش مکمل خشک شده، فقط اونم قرمش مونده که کوفته و روغن اینا. او کوفته باید خشک شود، یکی او کوفته خشک شود، یکی چی کنین کوفته دان نرم شود. هر وقت کوفته نرم شد هواش خشک شد کوفته آماده است. و اینجا پیازا را که گرفته بودیم ولی آرام جور کنیم خوب. پیازای مزدار آم است دیگه. از من دوستان چیزای وطنی را خوش دارم، وطنی
جایا میتونیم غذای خارجی و غذای قاشقکی و سرمیزی قرار زنه میکنیم. در خانه سرخانه وار دیگه اینی دوستان رنگ بویش هستن. تا ویدیوی بعدی الله